السلام علیکم برادران و خواهران عالی قدر و بینندگان گرامی. از محترم ابونچی های ما خبر آمد که یعنی از کامنتاری ها نوشتند که درباره اخلاقی غیر انسانی یک چند سخن کنیم. خب دوستان، کمی هم نباشد ما سخن میکنیم، کمی هم نباشد به یگون کس فایده بخشد ما خیلی شاد میشویم. حتما ویدیو رو پیش از تماشا کردن پدیلیت کنید برادران و خواهران. ما در اینجا کمی هم نباشد درباره اخلاقی بد و اخلاقی نیک گپ میزنیم. پیش از همه درباره اخلاقی نکو گپ میزنیم. این شخص معتبر آن را در نظر دارند که در حالت کار، در وقت کار یعنی اخلاقی بد دارند. خب دوستان، در اینجا خیلی نمایندگان ملت های زیاد کار فعالیت میکنند در بریتانیا: بلگرها، رومینها، لاتینها، پالیاکها، تاجیکها، ازبکها، قرغیزها، قزاقها، ترکمنها و افریقاییها و دیگر ملت‌ها کار و فعالیت میکنند. خب دوستان، در اینجا پیش از همه درباره اخلاق نکو گپ میزنیم. تشکری زیاد کم نیستند که شخصایی که بسیار فعالیت خوب مهنتی دارن، بسیار فعالیت خوب میکنن، فعالیت خوب سخنرانی دارن، مدنیت و فرهنگ خوب دارن، به بریتانیا میبیان کار میکنن. دویم سال، سوم سال میتوانند که هیئت عائله خود را بیارن، یعنی برادر خواهر یا یکا دادر خود را بیارن به کار بریتانیا. در از پشت یک انسان خوبی که اخلاقی نکو دارد، یک چند آدم صاحب جای کار می شود. مقصد گفتنی ما. خب دوستان، در اینجا چنان است که بعضی انسان ها هستند در بین چنان ملت هایی که من نامبر کردم، در بین یک چند ملت ها اخلاق بدی خود را نشان میدهند. یعنی هنگام کار، در رفت فعالیت مهنتی، یا با آواز دغلان خود، با آواز بلند خود، یا اینکه با آواز ناکسانه خود، یا اینکه با اخلاق غیر انسانی خود در بین چنان جمعیت های زیاد اخلاق ناشایم نشان میدهند، این ضربه به خود ماست. یعنی نه به یک انسان است، ضربه به مردم ماست. چنانه که در بریتانیا یک چند ملت ها هست، به هر یک ملت توجه داده می شود. اینجا انسان های هستند که به هر یک ملت توجه میکنند. کدام ملتی که بسیار کار و فعالیت خوب میکند، بسیار توانایی خوب دارد هنگام فعالیت مهنتی و سخنرانی و مدنیتی خوب دارد، از همون ملت خیلی کووته ها زیاد میشوند، جای های کاری خالی زیاد میشوند، یعنی ویز زیاد میشود. یعنی مردم ما میتوانند که بسیار بیان. از پشت اخلاق بدی یک چند انسانهایی که زیاد نیستن، کم هستن، از پشت اخلاق بدی چنان انسانها ویزه کاری کم می شود، یعنی محدود می شود. جایهای کاری را به دیگر خلق تو ملت ها میگویند که چنان انسانی بد اخلاق از فلان انسان دیگر ویز کم کرده شود، یا اینکه جای کار خالی کم کرده شود. خب دوستان، ما چی گفتنی هستیم؟ پدر مادرای محترم، پیش از همه فرزند خود را شما به اروپا یا اینکه به مهاجرت کاری به دیگر دولت ها روان میکنید، اول آداب و اخلاق نکو را در ذهنش جا کنید. به اطرافیان احترام گذاشتن، هنگام کار، هنگام رفتن، هنگام آمدن و سلام علیک و دیگر چیزهایی که برای ارزش های عالی دارن برای انسان یاد دهید که ما ملت کهن هستیم. خیلی مردمی تاجیک و فارس خیلی مردمی قدیمه هست و مردمی با فرهنگ است. برای همین فرهنگ ما رو دیگرها استفاده برده استادن و ما از فرهنگ باید استفاده بریم. خب آداب و اخلاق نمونه را یاد دهید و به دولت های اروپا روان کنید. چنانه که فرزند سیمای پدر و مادر است، این چنین سیمای کشور است. برای همین وقتی که میگوید من از فلان جا میشوم، الکی که میبینند که از کجا میشود، از همون طرف
بد اخلاقشم معین می شود، خوش اخلاقشم معین می شود که از کجا بودنش. خب دوستان، حاضر ده حتی نقطه مهم قید کردن در کار است که از 2 آگوست سال 2011 لایحه قانون تعلیم تربیت فرزند در مسئولیت پدر و مادر رو 10 سال زیاد می شود. 10 سال زیاد می شود که حالا هم من می بینم هم خیلی در بسیار جا انسان های بد اخلاق می بینم با اخلاق بد خود هیچ کار کرده نمی توانند، یگان اطرافیان ضرر رسانده نمی توانند، تنها به خود ضرر می رسانند، به دیگر مهاجرانی که آمده می خواهند به ویا ضرر می رسانند که از پشتی اخلاق بدش دیگه آدم آمدن نمی توانند. این خیلی انسان ها رو ناتوان می نامند. این خیلی انسان ها البته با ضربه زبانش یک کشور رو، یک خلقیت رو به قفا می زند. البته این خیلی انسان رو ناتوان می نامند همه، از سببی که نه اخلاق خوب دارد، نه آداب خوب دارد. تشکر زیاد به 97% پدر و مادرانی که اخلاق خوب به فرزندان خود میدهند و به روان میکنند به دیگر دولت ها، به دیگر خلقت ملت ها. هر یک کس نماینده یک دولت حسابیده می شود. به بعضی پدر و مادران میرسونم که احترامانه خواهش میکنم، پدر و مادران عزیز احترامانه خواهش میکنم که بار دیگر فرزندهای خود را در روحیه تعلیم و تربیه، فرهنگی والا، مدنیتی بزرگ تربیت نموده بعد به دیگر دولت ها روان کنید. در اینجا مکتب یک خود نمیتواند که فرزند شما رو تربیت دهد. معلم اساسی فرزندان، معلم تربیتگری اساسی انسان این پدر و مادر است. خب دوستان، خیلی شادم که به یگان کس منفعت بخش باشد این رولک ویدیوی من. رولک ویدیوی ما را حتما پدلیت کنید. اگر یگان سوال ها باشد حتما در کامنتاری ها نویسید، ما رولک نو میکنیم یا اینکه در کامنتاری به شما جواب میگوییم. واقع السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.